ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای محمد ما تو را مبعوث نکردیم مگر اینکه مایه رحمتی باشی برای جهانیان. چقدر زیباست سخن از رحمة للعالمین، چقدر زیباست سخن از رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر ساعتها هم، بلکه روزها، بلکه ماهها، بلکه سالها وقت گذاشته بشه برای بیان اخلاق و رفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم، کفاف نخواهد کرد. چرا چنین نباشه در حالی که ایشون کان خلق القرآن او کان قرآنا یمشی علی الارض، اخلاقش قرآن بود و مانند قرآنی بود که بر زمین راه میرفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانی و رحمت و رأفتش همه موجودات بهره می‌بردن، مسلمان، کافر، حیوان، درخت. قوانین اسلامی را بررسی کنید. درخت ثمردار و قطع هر نوع درخت که در واقع بدون دلیل و بدون علت باشه حرام اعلام کرد. سوزاندن درختان بدون دلیل حرام اعلام کرد. قتل حیوانات بدون دلیل حرام اعلام کرد. شکنجه دادن حیوانات بدون دلیل حرام اعلام کرد. واجبات خمس یکی از بارزترین قوانین اسلامه. حق حیات، حق عقل، حق دین، حق مال، حق ناموس و شرف. در کدام دین سراغ دارین به این صورت دقت شده باشه به قوانین و به حقوق انسان و حقوق موجودات؟ همه موجودات بایستی از حق حیات بهره ببرند. کسی حق نداره به حیات موجودی تعدی کنه مگر برای دفع اذیت یا برای ایجاد امنیت. افتخار کن ای مسلمان به این اسلام، افتخار کن ای مسلمان به این قانون اسلامی. فاقم وجهک للدین القیم، چهرت را روی آور به دینی استوار، محکم، پابرجا. ابو هریره رضی الله عنه روایتی رو برای ما مطرح میکنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم میهمانی غیر مسلمان داشت، به او شیر داد. گوسفندی شیرده داشت و شیر دوشید. خود رسول الله با دست خود شیر می دوشید و به اون کافر، اون غیر مسلمان شیر. مدتی میهمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و سپس مسلمان شد. شیفته اخلاق والای رسول الله شد، اخلاق والای رحمتا للعالمین. پدر و مادرمان فدایش باد، فدای راهش باد. بشریت را نجات داد، بشریت را آزاد کرد از ظلمات و خرافات و بدعتها و شرکیات. ایمان آورد. بعد از اینکه ایمان آورد دیگر غذایی که میخورد و اون شیری که رسول الله میدوشید میداد نسبت به ما قبل خیلی کمتر شده بود غذا خوردنش. صحابه تعجب کردند چون میدیدن، حس میکردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این گونه ایمانه. ایمان در واقع انسان را قانع میکنه، انسان را حتی از نظر احساسات، حتی از نظر غرایز انسان را کنترل میکنه. ما قبل از اسلامش غذا زیاد میخورد، اما الان اسلام آورد و به این قناعت رسیده و این ارزش های اسلامی به نحوی اون را یک انسان کامل بار آورده. شاهد اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی به انسان غیر مسلمان نیز احترام میگذاشت و این احترام گذاشتنش ویژه مسلمانان فقط نبود، بله مسلمانان یک حقوق اضافی دارن نسبت به غیر مسلمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان در واقع خجالتی بود، نه البته در قوانین الله و اجرای حدود الله. در مباحات معروف اگر میهمانان وارد منزلش می شدن روش نمی شد
بعد از غذا میهمانان می نشستند، صحبت طولانی میشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم روش نمیشد بگی بریم بیرون، بگی تموم شد دیگه غذا خوردین وقت استراحته، روش نمیشد تا این که آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. این پیامبر آزار میبینه و روش نمیشه، خجالت میکشه به شما بگه، اما الله خجالت نمیکشه. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین.